در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 45 ساله ساکن شهر گلستان با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزن به سلامتی که باعث مرگ گردیده است دستگیر شد. نامبرده 7 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 9:20 در حالت مستی به خانه استقامتی مرد 51 ساله ساکن شهر مذکور آمده با او جنگ و جنجال نموده با کارد یک چند مرتبه به اعضای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شهر نو با عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که سال 2016 مرد 57 ساله ساکن همانجا با روی فریب به باوریش در آمده از او برای تجارت 120,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشن نسبت مرد 65 ساله ساکن شهر مذکور پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. نامبرده از ماه اپریل سال 2017 تا ماه دکبر سال 2019 با روی فریب به باوری زن 38 ساله ساکن همین شهر در آمده از او 70,500 سومانی و 8,450 دلار امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.